أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الاذکاری، یعنی کتاب در مسئله ذکرها، باب فضل الذکر والحث علیه، یعنی باب در مسئله فضیلت ذکر کردن و تشویق کناندن برای ذکر. پس ما و شما از این باب چند از حدیثایش را گرفتیم. حدیث امروزه‌مان از حدیث 1430 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. پس درس امروزه‌مان از حدیث 1430 کتاب ریاض الصالحین آغاز می یابد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1430 کتاب ریاض الصالحینش می گوید وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال، یعنی از سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه روایت است که گفت كنا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، میگه بودیم در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ایعجز احدکم ان یکسب فی کل یوم الف حسنة. آیا یعجز احدکم، یعنی آیا ناتوان است، آیا عاجز میماند کسی از شما که ان یکسب فی کل یوم، به دست بیارد یا انجام بدهد هر روز 1000 حسنه، 1000 نیکی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند آیا ناتوان و عاجز میماند هر یکی از شما که در یک روز یا هر روز 1000 حسنه به دست بیارد و 1000 حسنه انجام بدهد. فسأله سائل من جلسائه، پس پرسید رسول الله صلی الله علیه و سلم را سوال دهنده و پرسنده از همنشینانش، یعنی اون کسانی که با رسول الله بودند. یکی از همنشینان رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند که کیف یکسب الف حسنه، یعنی چطور انسان میتواند 1000 حسنه انجام بدهد هر روزه، یا 1000 حسنه به دست بیارد یک انسان هر روزه. قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که یسبح 100 تسبیحة، یعنی سبحان الله بگوید 100 بار، تسبیح بگوید 100 تسبیح، یعنی 100 بار سبحان الله بگوید. فیکتب له 1000 حسنة، پس نوشته می شود برای اون انسان 1000 نیکی. پس اون انسان گویا که 1000 نیکی انجام داد، در نامه اعمالش ثواب 1000 نیکی نوشته می شود. او یحط عنه 1000 خطیئة، یا پاک می شود، گفت یا کم می شود از اون انسان 1000 گناه. هر کسی که در یک روز 100 بار سبحان الله می گوید، اون انسان را گناهانش پاک می شود و اون انسان را گناهانش کم می شود به سبب گفتن سبحان الله 100 مراتبه در یک روز. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این حدیث درباره فضیلتی در یک روز
گفتن 100 بار سبحان الله است که 1000 اجر و پاداش، 1000 نیکی در نامه اعمال گویندهش نوشته می شود. این بود حدیث 1430 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1431 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1431 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن ابی ذر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: یصبح علی کل سلامه من احدکم صدقه. وقتی که شب روز می شود، بر هر یک بغوم و پیوندی که در شما هست یک صدقه دادن حتمی و لازم است. فکل تسبیحة صدقه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید هر یک بار سبحان الله که میگوید یک صدقه حساب می شود. یعنی هر یک بار سبحان الله گفتنتان یک صدقه هست. و کل تحمیدة صدقه. و هر باری که الحمدلله میگوید، هر یک بار الحمدلله گفتن شما یک صدقه شمرده و حسابیده می شود. و کل تهلیلة صدقه. و هر باری که لا اله الا الله میگوید در نامه اعمال شما یک صدقه نوشته می شود. و کل تکبیرة صدقه. و هر باری که الله اکبر میگوید همچنین یک صدقه شمرده می شود. و امر بالمعروف صدقه. امر به معروف صدقه هست. یعنی یک انسان را راهنمایی کردن به یک کار خیر و خوبه، این صدقه شمرده می شود، در نامه اعمال شما نوشته می شود. و نهی عن المنکر صدقه. و همچنین بازداشتن از کارهای ناشایسته و از گناه و معصیت، از کارهای خلاف شرعی منع کردن هم صدقه هست. یک انسان رو میبینید یک کاری غیر شرعی کرده ایستاده است، پس وقتی شما اون رو راهنمایی میکنید، اون رو از اون کار گناه و معصیت باز میدارید، در نامه اعمال شما اجر و ثواب و صدقه نوشته می شود به خاطر این باز داشتنتون از گناه و معصیت. و یجزئ من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحى. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید کفایت میکند از همه اینها، از جای همه این ذکرها، رکعتان یرکعهما من الضحى، دو رکعت نمازی که نماز میگذارد انسان اون دو رکعت را در چاشتگاه، نماز چاشت، نماز بعد از آفتاب برآمدن، نماز ضحی، وقتی که انسان دو رکعت میخواند جواب همه اینها را میگوید. یعنی که به هر یک بغم صدقه دادن لازم است. پس نماز چاشت را وقتی که میخوانی، نماز ضحی، نماز سر آفتاب، بعد از اونی که آفتاب بلند میشود، نماز 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، وقتی که میخوانی این 2 رکعتی خواندگی تو گویا که تو صدقه دادی برای هر بغمت، برای هر یک مفصلی که در بدنت است، گویا که تو صدقه دادی. یعنی که این همچنین فضیلت تسبیحات و همچنین فضیلت نماز چاشت را در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند. رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود
حدیث 1431 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1432 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1432 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن ام المؤمنین جویریة بنت الحارث رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. میگوید که از ام المؤمنین، از مادر مؤمنان جویریه بنت حارث رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم، میگوید هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بکرتن، برآمد از نزد ام المؤمنین جویریه بنت حارث رضی الله عنها سحر بر وقت میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد همسرشان ام المؤمنین مادر مؤمنان جویریه رضی الله عنه میگه برآمد حین صلی الصبح و هی فی مسجدها، یعنی وقتی که نماز بامداد را خواندن و در حالی که میگه این مادر مؤمنان جویریه رضی الله عنها در جای نمازخانیش بود، فی مسجدها یعنی در جای نمازخانیش نشسته بود، یعنی نماز بامداد را بعد از خواندن در جای نمازخانیش نشستگی که بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد جویریه رضی الله عنها برآمدند. ثم رجع بعد ان اضحى و هی جالستون، بعد میگه بازگشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اونه که اضحى یعنی که وقتی چاشت شدگی بود، یعنی آفتاب برآمده بود، و هی جالستون در حالی که میگه این ام المؤمنین مادر مؤمنان جویریه رضی الله عنها میگه نشسته بود در همون جای نمازخانش، در همون جای نمازخانیش میگه نشسته بود، یعنی با ذکر مشغول بود، ذکر کرده ایستاده بود. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به همسرشان ام المؤمنین جویریه رضی الله عنها گفتند که ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، گفتن هنوزم بر همون حالتی که من تو را ترک کردم، من از تو جدا شدم و از پیش تو رفتم، تو حالم بر همون حالت هستی؟ این حالم با ذکر مشغول هستی؟ قالت نعم، مادر مؤمنان جویریه رضی الله عنها گفتن بله. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن واقعا من گفتم بعد از تو 4 کلمه رو 3 باری، یعنی اون 4 کلمه رو هر یک کدامش رو 3 بار گفتم. لو وزنت بما قلتی، اگر وزن کرده شود، در ترازو گذاشته شود به آن چیزی که تو گفتی، یعنی که از بامداد، از بعد از بامداد تا وقتی چاش تا آفتاب برآمدن و تا گرم شدن را چی قدر تو ذکر و یادی الله کردی، همه اینها رو در یک پله ترازو بماند و آن 4 کلماتی را که من 3 باری گفتم آن را در یک پله ترازو بماند، لوزنتهن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید حتما برابر میشوند، حتما سنگین تر می آید اون 4 کلمه ای که من این صبح گفتمش. لو وزنت بما قلتی
منذ اليوم لوزنتهن، یعنی اگر که ترازو کشیده شود به آن چیزی که تو گفتی امروز از بامداد تا وقت چاشت، حتما اون 4 کلمه گفتگی من سنگین تر می باشد از اون ذکرهایی که این لحظه ها امروز انجام دادی تو. یعنی این ذکرهای مبارک چی است که اینقدر اجر و پاداش بزرگ دارد؟ اون ذکرها این است که سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. این اون ذکرها اینها می باشد. یکمش سبحان الله و بحمده عدد خلقه، یعنی این را 3 بار گفتن. و رضا نفسه، این دوم کلمه. و زینت عرشه، این 3م کلمه. و مداد کلماته، این 4م کلمه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این 4 کلمه را هر یک کدامش را 3 باری گفت، یعنی 12 بار 3 باری که گفت. پس این گفتگی من گفت از آن ذکرهایی که تو بعد از بامداد تا وقتی چاشت انجامش دادی، این 4 کلمه را ثوابش برابر با آن است یا زیادتر و سنگینتر است از آن ذکرهایی که تو انجامش دادی. پس معنای این کلمات چی است؟ معنای این ذکر چی است؟ یعنی سبحان الله و بحمده، پاک است الله سبحانه و تعالی با حمد و ستایشش، عدد خلقه، یعنی برابر به اندازه مخلوقاتش. یعنی الله سبحانه و تعالی چی قدر مخلوقهایی که دارد برابر به عدد اونها الله پاک است و الله را حمد و ستایش میگوییم. پس الله سبحانه و تعالی را مخلوقاتش چنان زیادی است که چطوری که الله در سوره مدثر آیت 31 میگوید و ما یعلم جنود ربک الا هو، یعنی لشکران الله جل جلاله را عددش را بجز الله کسی دیگر نمیداند. یعنی که الله سبحانه و تعالی را مخلوقاتش از شمارش بیرون است. یعنی که انسان یا مخلوق حد و مخلوق توان شمارش آن را ندارد. فقط الله جل جلاله خودش میداند که مخلوقاتش به چه عدد و به چه اندازه است. پس ما و شما الله جل جلاله را تسبیح میگوییم، الله جل جلاله را حمد و ستایش میگوییم به اندازه همان عددی مخلوقاتش. و رضا نفسه، و دویم کلمه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، یعنی همچنین الله جل جلاله را حمد و ستایش میگوییم و تسبیح میگوییم به اندازه راضی شدن اون الله جل جلاله، یعنی تا اندازه حاصل کردن رضایت الله جل جلاله ما الله جل جلاله را حمد و ستایش میگوییم. یعنی همین قدر زیاد حمد میگوییم که الله راضی شود از این حمدگویی های ما. و زینت عرشه، و همچنین الله جل جلاله را این و زینت عرشه 3م کلمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند، یعنی که حمد و ستایش و تسبیح میگوییم الله جل جلاله را به اندازه هموزن عرش الله جل جلاله. یعنی عرش الله جل جلاله بزرگترین مخلوقات الله سبحانه و تعالی هست. پس ما الله جل جلاله را به اندازه وزن همون عرش بزرگش حمد و ستایش و تسبیح میگوییم. و مداد کلماته، این 4م کلمه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند. یعنی که حمد و ستایش و تسبیح میگوییم الله جل جلاله را به اندازه مداد کلماتی، یعنی رنگ کلمه هایش، رنگ قلم کلمه هایش، یعنی که رنگ کلمه های
رنگ قلم کلمه های الله جل جلاله چی قدر که هست، به اندازه آن الله جل جلاله را حمد و ستایش میگوییم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن این ذکرها را من گفتم، این 4 کلمه را 3 بار گفتن ثوابش به برابر چند ساعت ذکر می باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. و فی روایت له، در یک روایت دیگر در مسلم آمدگی است، یعنی این ذکرها را پیغمبر میگه به این طریق گفت که سبحان الله عدد خلقه، این یکم کلمات و تسبیح که رسول الله میگفت 3 بار این را میگه تکرار کرد، سبحان الله عدد خلقه. و دویم کلمه که گفت سبحان الله رضا نفسه، این دویم کلمه باز میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله رضا نفسه را 3 بار دیگر تکرار کرد. سیوم کلمه که رسول الله میگفت سبحان الله زینت عرشه، باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این کلمات زیبا را سبحان الله زینت عرشه را 3 بار دیگر تکرار کرد. این بود سیوم کلمه. آخرین و 4م کلمه که رسول الله گفتن سبحان الله مداد کلماته. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این عباره را، این ذکر را 3 بار دیگر گفتن، این 4م ذکر. پس این 4 ذکر را 3 باری گفتن، ببینید چقدر اجر و پاداش و ثواب دارد. اکنون 3 باریش این قدر اجر دارد، انسانی که 10 باری بگوید، 20 باری بگوید، 50 باری و 100 باری این ذکرها را بگوید، اکنون شما تصور کنید که چقدر اجر و پاداش و چقدر ثواب را به دست می آورد. و فی روایت ترمذی، و در روایت ترمذی آمدگی است، ترمذی هم همچنین حدیث به این معنا روایت کرده، میگوید که امام ترمذی گفته است الا اعلمکی کلمات تقولینها، در روایت امام ترمذی گفته است پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین جویریه بنت حارث رضی الله عنها را گفت که الا اعلمکی کلمات تقولینها، گفت آیا برای تو نآموزانم کلمه هایی را که تو اون کلمه ها را بگویی، یعنی کلمه های زیبایی که ذکر زیبایی که آیا برای تو نآموزانم، برای تو یاد ندهم، تو را تعلیم ندهم که آنها را بیاموزی؟ اون کلمات چیست؟ سبحان الله عدد خلقه، این یکم کلمه. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، ببین همین یکم کلمه را 3 بار تکرار کرد. و دویم کلمه سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، این را هم 3 بار تکرار کرد، دویم کلمه. و سیوم کلمه سبحان الله زینت عرشه، سبحان الله زینت عرشه، سبحان الله زینت عرشه، سیوم کلمه را هم 3 بار تکرار کرد. و آخرین و 4م کلمه سبحان الله مداد کلماته، سبحان الله مداد کلماته، سبحان الله مداد کلماته. پس میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم این 4 کلمه را 3 باری تکرار کرده، برای حضرت ام المؤمنین جویریه رضی الله عنها مادر مؤمنان یاد داد و آموزانید این ذکرهای بزرگ را که امام ترمذی این حدیث را به این طریق روایت کردگی است. پس این بود حدیث 1432 کتاب ریاض الصالحین. با همین حدیث 1432 به پایان رسید. پس در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از ذکرهای بسیار ثوابدار و از ذکرهای پر از ثواب برای ما و شما یا برای گوینده های این ذکرها بیان کردن که این ذکرها را گفتن اینقدر اجر و پاداش و ثواب دارند. بعد از این حدیث 1433 کتاب ریاض الصالحین.
و حدیث 1433 کتاب ریاض الصالحین را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت و درس امروزمون را در همینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.